قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم بار دیگر با یک دیگر از سلسله برنامه های جایگاه سنت در اسلام خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. کارشناس دائمی برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز در استودیو با من حضور دارند که در قدم نخست سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر تقدیم نموده و ایشان را یک بار دیگر به برنامه خودشان خیر مقدم میگویم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و السلام. الله تبارک و تعالی را سپاسگزارم که بار دیگر فرصت عنایت فرمود تا در خدمت شما بزرگان و عزیزان بوده باشیم. از الله متعال برای خود و شما و جمله اهل اسلام توفیق و هدایت و ثبات بر ایمان و پایداری بر مسیر حق طلب کنیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز، البته میدانید که از چندین هفته ما روی کتاب صحیح ابن حبان رحمه الله صحبت های داشتیم. البته در ابتدا معرفی امام ابن حبان رحمه الله و معرفی کتاب ایشان را آغاز کردیم. سپس منهج امام ابن حبان رحمه الله در این کتاب عظیم و بزرگش را به بحث گرفتیم. سپس به تقسیمات امام ابن حبان رحمه الله پرداختیم که این هفته سوم هست. هفته سوم هست که ما روی تقسیمات و تقسیم بندی که امام ابن حبان رحمه الله در این کتابش کرده، احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را تقسیم بندی که نموده بحث میکنیم. چون امام ابن حبان رحمه الله از سایر محدثین یک شیوه منفرد و یک ابتکار جدید را آغاز کردن و یک تقسیم خاصی کتابشان را ترتیب بندی نمودند که نیاز است روی آن بحث شوه و دراسه شوه و خوانده شوه. امام ابن حبان رحمه الله در اصل کتابشان را بر 5 قسم بزرگ تقسیم میکنه که قسم اول عبارت از اوامر هست و قسم دوم کتاب عبارت از نواهی و قسم سوم کتاب عبارت است از اباحات و قسم چهارم هم اخبار و قسم پنجمش افعال خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. سپس این اقسام پنجگانه را با انواع مختلف و با فروعات مختلف تقسیم میکنه و تحت هر نوعی ابواب متعدد را ذکر میکنه و احادیث مورد نظر امام ابن حبان که در آن بابها البته تعلق دارند را ذکر میکند. در هفته های گذشته ما قسم اوامر این کتاب را خواندیم و همچنان هفته گذشته البته قسم نواهی این کتاب را خواندیم. امام ابن حبان رحمه الله قسم اوامر یعنی عبارت از آن احادیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن به یک کار امر میکنند و حکم صادر میکنند و قسم نواهی عبارت از احادیثی که در آنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از کاری منع میکنند. البته این دو قسم خواندیم که هر دو این قسم به 110 نوع تقسیم میشد. قسم اوامر بر 110 و قسم نواهی را نیز امام ابن حبان رحمه الله بر 110 نوع تقسیم کرده بودند. البته امروز قسم اباحات را میخوانیم که امام ابن حبان این قسم را به 80 نوع تقسیم میکنه و قسم اخبار را هم تقریبا به همین عدد یعنی به 80 نوع تقسیم میکنه و سپس افعال خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را امام ابن حبان در این کتابش بر 50 قسم یا بر 50 نوع تقسیم میکنه. جناب دکتر میشه در ابتدا برای ما اگر مختصرا در مورد قسم نواهی که هفته گذشته ما خوانده بودیم اگر یک مرور مختصری روی او بکنیم تا بیننده های عزیز با ما وصل شوند که درس تا کجا رسیده است. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
قسمی که یادآور شده در بخش های اوامر و بخش قسمی نواهی، یعنی کتاب ابن حبان رحمه الله تعالی کتاب خود را به 5 قسم تقسیم کرده و هر قسمی را به انواع و زیر هر نوع عناوین جانبی متعددی که شامل اون محتوا و احیانا مطالب متعلق به شرح و بیان یکی از عناوین جانبی با عناوین مستقل ثانوی و ثانوی دیگری در اونجا ذکر میکنه. یعنی به این معنی است که وقتی که نوعی را ذکر کرد تنها یک عنوانی داره و زیر او عنوان هر مسلسل احادیث جمع آوری شود و ذکر شود، نه بلکه ابن حبان رحمه الله تعالی زیر هر عنوانهای فرعی دیگری میگذاره که سپس اگر اشکال یا مطلب در اون عنوان بود یا غموز در اون حدیث بود راجع به عنوانی که در ارتباط به عنوانی که برای او گذاشته بود در توضیح او، همچنان که تعلیقات و پانویسی های داره زیر حدیث با عنوانهای مجدد توضیحات مزید و شرح مزید راجع به او ارائه میکنه، مخصوصا وقتی که مطلب که در این حدیث هست با روایت دیگر مرتبط بوده باشه و حل این در اون روایت و حدیث دیگر بوده باشه. درست. در باب نواهی ابن حبان رحمه الله تعالی چندین مطالب اساسی را یادآور شده و در اینجا بالای ترکیز داشته. یکی مطلب اساسی که در اینجا بود، عمده ترین نهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بر اون تأکید کردن و اولین بخشی از بخش‌های نوعی از انواع این بخش نواهی رسول الله صلی الله علیه وسلم هست قضیه خودداری از پذیرش منع از کم اعتنایی یا که کم توجهی یا کم ارزش دهی احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، غلط فهمی اتکا بر احادیث بر آیات قرآن کریم و یا عقل و غیره. وقتی زمانی که با اتکا با آیات قرآن کریم نمیتونه که حدیثی از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیر پای بگذاره یا نادیده بگیره و این شدیدترین جنایت معرفی شده به زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم و از آیات‌های متعددی در آیات‌های متعدد قرآن کریم. و من یشقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصیرا. کسی که بعد از اینکه صحت حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای او معلوم می شود و باز هم مخالفت مسیر و راه او را اختیار میکنه و راه غیر مسلمان ها را برای خود میگزینه. راه غیر مسلمان ها چی است؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیپذیرند. دین الهی را از قرآن و سنت پذیران نمی باشند، بلکه او را بر عقل خود یا بر منطق و فلسفه برگرفته از بزرگای خود یا تعلیماتی که از استادان شرقی و غربی و غیره خود گرفتند با اونها عرضه میکنن. اگر موافقت کرد هماهنگی داشت میپذیرن، اون وقت مسلمان میباشن. اگر موافقت نکرد اونجا چی ارسطو چی افلاطون و چی هم نیچه و لینین و ستالین و دیگری که هست اینها مقدم می باشند بر تعلیماتی از آنها مقدم می باشند ازشان بر تعلیمات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که این ایمان هیچ ارزشی در نزد الله تبارک و تعالی و در شریعت الهی نداره، بلکه اصلا ایمان نیست. بلکه این چیزی است که ایمان این اشخاص به جای اینکه به قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده باشد به تعلیمات افراد از بشر هست که هر یه بعد آمده اونها
تعلیمات قبلی او را شخص قبلی را نقد و رد کرده و باطل اعلان کرده. با وجود آن هم میگن که ما به عقل اینها رجوع میکنیم، اگر عقل اینها پذیرفت درست ورنه. خب به هر حال این مهمترین نکته بود که این را اولین نوع در انواع نهی ذکر میکنن. بعد از او ابن حبان رحمه الله تعالی مطالب عمده راجع به اقسام نهی یادآور شدن. یکی که نهی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست وقتی که نهی قطعی و جدی بوده باشد، هم وزنی نهی است که در نهی و تحریم است که در قرآن کریم آمده. هیچ نوع تفاوت وجود نداره. هر نوع اصطلاحی که منهیات و محرمات ذکر شده در قرآن، در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را مرتبه پایانتر از محرمات ذکر شده در آیات قرآنی میده. اون اصطلاح و اون قاعده و اون اصول باطل و منحرف هست که اون افراد بشری که با اون تکیه کردن یا او را ساختن اونها به اشتباه و به انحراف رفتن. نکته دیگری که بعد از اون یادآوری ابن حبان رحمه الله بود در ضمن عناوین متعدد و بیشماره که همیشه نواهی که در قرآن در قرآن که در علوم قرآن ذکر می شود و همچنین در کتاب های اصول ذکر می شود و امام ابن حبان رحمه الله تعالی مطلبشان بحث بالای احادیث است. نواهی که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر می شود همیشه در زبان عرب، هر که در عموم زبان ها همیشه صیغه نهی و صیغه منع برای تحریم قطعی نمی باشه. گهگاهی و اصلا در اصل نهی برای ممنوعیت قطعی هست که به نام تحریم گفته می شود. گهگاه منع برای ارشاد و تعلیم هست، بیان این که این مسیر نسبت به این مسیر بهتر هست و این روش و این راه و این طریقه گزیده شود، این بهتر هست که به عنوان ندب و یا بیان کراهتی منهی عنه به شمار می رود. گاه نهی هست از یک کار در اون اشاره بعد از هدف از اون نهی بیان اباحتی همون چیز است. یعنی نه ببخشید، گاهی نهی صادر می شود در ضمن نهی مطالب ذکر شده که جزئیات در اون نهی هست که در بنابر نصوص دیگری اباحتی از اونها ذکر شده. یعنی ما وقتی که در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوعیتی را میبینیم، دیگر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نادیده نمیگیریم، بلکه میبینیم که آیا جزئیات از افراد شامل زیر این نهی در احادیث دیگری، در نصوص دیگری، در آیات قرآنی آیا استثنایی برای اونها آمده یا خیر؟ اگر آمد ما اون استثناء را معتبر می‌داریم. گاهی قید لفظ نهی عام هست، تخصیص در نص دیگری برای ذکر میشه. گاهی مطلق هست، تقیید او در نص دیگری میآید. و گاه ابن حبان رحمه الله در بعضی مطالب خود ذکر میکنه که چندین چیز از اونجا در یک حدیث ذکر میشود. یکی از بصیغه نهی، یکی از اون نهی ها برای تحریم هست، یکی از اونها برای کراهت است، بیان کراهتی مسئله، و یکی از اونها مطلق عام می باشد، دیگری از اونها یا در بیان در خود حدیث یا در احادیث دیگری قیودات و استثناءات و تخصیصات می داشته باشد. یعنی دلالت اقتران، دلالت قطعی در مسئله نیست. یک چیزی که برام دلالت اقتران یاد می شود. یعنی وقتی که همه این چیزها در یک نص ذکر می شوند، به معنی نیست که حکم همه‌شون یکی باشه. حتما حکم همه‌شون یکی بوده باشه، بلکه مجموع نصوص
دیده می شود، نصوص دیگری که در اونها این تفاوت میان حکم اینها وجود داره یا بله. نداره. حتی در این چیز دیگری که جالب به بیان هست این هست که ابن حبان رحمه الله تعالی گهگاه همین استثناءات یا تخصیصاتی که در حکم هست، تفاوت هایی که در حکم هست بیان میکنه، میگه که در یک حدیث چندین مطلب ذکر شده و نهی شدن. یکی از اونها با عمومش به همون تحریم قطعیش است، دیگری از او اباحت در او آمده، یعنی به معنای کراهت هست. به دلیل اجماع میگویم، به دلیل اجماع دلالت کرده که این حرام قطعی نیست، این بلکه حرام مکروه است. قطعی نیست بلکه مکروه است. گهگاه شخص اگر مرتکب می شود حتما مرتکب حرام قطعی نشده. و گهگاهش میشه که این نهی برای یعنی انتخاب ارشاد هست، انتخاب اولا و خلاف اولاست. اولا، یعنی این اگر گرفته شود بهتر هست. اگر گرفته نشد گناهی در او نیست. این همه گاهی به نص دیگری بیان میشه و گاهی هم به اجماع. گاهی در خود نص، گاهی در نص دیگری، خبران ثانی میگه در نص دیگری، گاهی هم در اجماع از طریق اجماع بیان میشه و که اجماع صحابه کرام و اونها درست است. همین تقسیم بندی را در قسم امر هم مد نظر گرفته بودن. چیزی دیگری هم که در اینجا تاکید میکنه بالای از او است که همیشه نهی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم راجب احکام صادر میشه و راجب اعمال و افعال همیشه نهی با صیغه نهی نمی باشه. گاهی با صیغه خبر هست، گاهی با صیغه وعید هست، ذکر وعید، مجازات، عقاب و تهدید و سرزنش و امثال اینها چیزهایی است که از طریق از اونها شارع بیان میکنه که این نهی است، این ممنوع است. اگر این کار را کسی که انجام میده این نتیجه منفی و بدی را داره. پس این اخباری که در اینجا ذکر شده این در باب نواهی میآید، این دلالت به نهی میکنه. خود در مجموع این چیزهایی که ذکر کرده بود و تفسیرات کاملی او طولانی می باشه و بیننده عزیز وقتی که از این اجمال را گرفت امید علاقمندی حتما پیدا میکنه تا به این یک سری زده خودش معلومات تفصیلی تری را از ابن حبان رحمه الله تعالی تقریبا مباشرتا بگیره. بسیار خوب، تشکر جناب دکتر از این توضیحتان در مورد قسم نواهی که هفته گذشته روش بحث شده بود. البته حالا موضوع ما باز هم تقسیماتی که امام ابن حبان رحمه الله در کتاب صحیحشان انجام دادن هستیم. میخوایم طرف قسم بعدی بریم. قسم بعدی فکر میکنم قسم اباحات این کتاب است، درست است؟ قسم سوم در اینجا که ذکر کرده به نام اخبار مصطفی صلی الله علیه و سلم عما احتیج الی معرفتها. پس به معنی است که معلومات قبلی ما کاملا غلط شد. کدام؟ یعنی اباحات ما گفتیم که 80 قسم است. اباحات هم 80 قسم است. بله، اباحات هم 80. اخبار هم 80 قسم است. تنها اخبار قبل از اباحات است. بله، افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 50 او در اخیر است. قسمت بله. اینجا حالا اخبار هست. بله، قسم سوم اخبار هست. درسته؟ قسم سوم اخبار هست و بسیار خوب. این هم یعنی در 89 است یعنی بله در 88 که ذکر میکنه فرأیتها تدور على 80 نوعا. درست است. قسم سوم قسم اخبار هست. بله درست. ذکر میکنه هو اخبار المصطفى صلی الله علیه و سلم عما احتیج الى معرفتها. اخبار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آگاهی دهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راجع به اون چیزهایی که معرفت و شناخت او نیازی بشریت هست. خب انواع عمده که تحت اخبار داخل می شود یا چیزهایی را که قسم اخبار مشتمل می باشه میشه عنوان گذاری کنین چی است مثلا؟ بله، در بخشی اول اینجا تا به از نوع اول تا به تقریبا نوع هشتم و دهم تا به تقریبا نوع نهم. بله. تا به نوع نهم
در این چیزهایی را ذکر کرد که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از جریان‌های مثلا از مراحل زندگی خود یا جریان از انبیای گذشته یا که اشخاص از امت‌های گذشته یا احوال از فضائل افراد از صحابه خود یا فضائل اقوام و غیره خبر داده. درست. که در اونها در مجموع اخباری هست که به ماضی تعلق میگیره، به ماضی تعلق میگیره و یا به حاضر رسول الله صلی الله علیه و سلم که بود به اونها تعلق میگرفت. در اونها جانب عملی خاصی وجود نداره، جانب معلوماتی هست. چی راجع تاریخ وری؟ بله، مثل معلومات تاریخی است. تقریبا معلومات اکثرش معلومات تاریخی است و در بخشی از اونها در ضمن معلومات مثلا فضیلت شخصیت ها و چی از صحابه کرام. یعنی هدف تانی است که بالای اونها هیچ حکمی مرتب نمیشه؟ حکمی عملی مرتب نمیشه که یعنی باید یک شخص حکم‌های اعتقادی، مسائل اعتقادی و مربوط به عقیده مرتب میشه و در اونها وجود داره. چی آنچه که راجع به انبیای گذشته هست، خبرهایی که از اونها هست، چی راجع به حیات خودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که آغاز از او به چیز است، آغاز وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و طریقه های از او و فضیلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالای دیگر انبیا علیهم السلام. احادیثی که در این موضوع هست فضایل انبیا بالایی، یعنی جنبه های اعتقادی را داره، نه عملی را. بله، جنبه های اعتقادی هست در ضمن بخشی از خبری و تاریخی. درست. یعنی خبر هست، بیان از جریان گذشته هست و یا جریان حاضر یا امور متعلق به غیب، اما ضمناً اعتقادها و باورهای پیوسته به اونها مرتب میشه. چون مثلا ما راجع به وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت انبیا علیهم السلام، مثلا انبیایی که به نامه‌هایشان ذکر شده ایمان به و انبیا با نامه‌هایشان با تفاصیلی که از اخباری از اونها صحیح با سند صحیح به ما رسیده، چی از طریق قرآن کریم، چی از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، تفاوت‌های فضیلت میان از اونها. تمام این چیزها و همچنان در راجع به صحابه کرام و اقوام و قبایلی که بشری که هستند، تفاوت‌هایی که در میان از اینها مثلا وجود داره. قسمی که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ما از الله تبارک و تعالی از میان مجموعه بنی آدم ابراهیم علیه السلام را برگزید و از اولاده او اسماعیل را برگزید و از او کنانه و از کنانه قریش و از قریش بنی هاشم و از بنی هاشم بنی عبدالمطلب، از بنی هاشم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را برگزید. یعنی برگزیده ترین برگزیده ها که است محمد صلی الله علیه و سلم. و وقتی که از این دایره افراد انتقال میکنه به دایره جزوی قبایل، خاندان ها، برگزیده ترین خاندانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. البته در اینجا نکته دیگر لازم به اشاره هست که این برگزیدگی مرتبط هست که اون شخص خودش چی داشته باشه؟ دارای ایمان و عملی صالح بوده باشه، ورنه چون فرزند نوح علیه السلام چی میشه؟ انه عمل غیر صالح. در آیه جناب دکتر اگر اجازه میتین برای چند ثوانی یا ثانیه به یک موضوع جانبی اگر بریم، حدیثی را که خواندین فکر میکنم از حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله استدلال میکنه برای فضیلت جنس عرب بر غیر عرب. بله، از استدلال میشه. امام ابن حبان رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله و دیگر ائمه از استدلال میکنن که اینجا فضیلت نوعی هست. فضیلت نوعی، مثلا قسمی که همگی اتفاق دارن که چی حتی شیعه، چی سنی، چی دیگرها که مثلا بنوهای خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آل بیت پیامبر بر غیر فضیلت دارن. بله. حالا این برتری به این معنی نیست که فردی از اونها بالای فرد دیگرها فضیلت داشته باشه، بلکه
کسایی که از آنها اگر منحرف شدن یا مشرک مردن مثل کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بله، مثل ابو لهب کاکای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، یگانه شخصیتی که در قرآن کریم با تبت ید ابی لهب ذکر شده بدون شک. و مثلا قریش گفته بود که قریش از میان نبی از کنانه برگزیده شده، یعنی از برگزیده ها مرحله. اینجا برگزیدگی به معنای فضیلت عمومی هست؟ نه، اینجا یک نوع یک نوع برتری ضمنی هست فی الجمله. فی الجمله برتر هست، اما نه من حیث الفرد، نه من حیث فرد که هر فردی از اونها بالای، بلکه فرد قریش بالای غیر قریشی فضیلت داشته باشه چنین نیست. پس برمیگه حتی اینکه فرد بنی هاشم بالای غیر بنی هاشم فضیلت داشته باشه چنین نیست، بلکه انبیاء علیهم السلام در مجموع بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالای تمامی بنی هاشم برتری دارن. ولی همینجا در آل بیت پیامبر میگیم بدون شک ابوبکر صدیق بر تمام اصحاب پیامبر فضیلت داره با اجماع اهل سنت. در مجموع بر عباس، بر عبدالله ابن عباس، بر علی، بر حسن، بر حسین. افضلیت اینجا عقیده اهل سنت است. حالا اینکه از آل بیت نیست، ابوبکر صدیق از آل بیت نیست، این چیزهایی فرد. ما از او گفتم یک از دلیل در اینجا ذکر بکنیم که از جمله مسلمات بوده باشه. مثلا انبیاء علیهم السلام در مجموع بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی هاشم نیستن، از قریش هم نیستن، از بنی اسماعیل هم نیستن، بالکل از بنی اسحاق هستن، از بنی اسحاق هستن. و تعدادی از بنی اسحاق هم هستن، از غیر بنی اسحاق هم هست. درست. از بنی ابراهیم، از غیر بنی اسحاق از کی می باشه مثلا؟ بعد از ابراهیم در اولاد اسماعیل و اسحاق تقسیم شد دیگه. نه، اینجا کلی هست که پیش از ابراهیم علیه السلام، بعد از ابراهیم علیه السلام هم مثلا شعیب علیه السلام درباره از او اختلاف است که از اسحاق نیست، که از اسحاق علیه السلام که نیست، در این اختلافی وجود نداره. درست. آیا از اولاد ابراهیم علیه السلام هست یا نیست؟ این هست. محله اختلافی تاریخی هست. یا مثلا لوط علیه السلام برادرزاده ابراهیم علیه السلام بود، از اولاد ابراهیم علیه السلام نبود، از اونجا نبود. راجع به ایوب علیه السلام گفتن هاست، راجع به الیاس علیه السلام و قبل از اونها که بود، قبل از ابراهیم علیه السلام هود و صالح و ادریس و غیره. مثلا همگیشون پیش از ابراهیم، نوح علیه السلام هم پیش از ابراهیم علیه السلام بودن و اونها در این شامل نمیشن. و ابراهیم علیه السلام در میان انبیای الهی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم از تمامشان افضل است، که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابراهیم علیه السلام دو نبی الله تبارک و تعالی هستند که لقب خلیل برایشان داده شده، از جانب الله تعالی برایشان داده شده. ان الله اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا. پس اینجا این برگزیدگی هست من حیث نوع. پس وقتی که در تفاصیل افراد داخل شویم هر یک فرق میکنه. مثلا قسم دیگری که در آیه قرآن کریم میگه که جنسی مرد از جنسی زن بهتر است، بالای جنسی مرد برتری داره، جنسی مرد بالای جنسی زن برتری داره، هم از لحاظ ساختی بنیه جسمانی و هم از لحاظ کارآمد و کارکرد. اتفاقی به شریعت بالکل کارآمد و کارکرد اجتماعی و محیطی و هم به حساب های دیگره. درست. اما افراد زن هست که از بسیار مردها بهتر است، از اکثریت مطلق مردها برتر است. به طور مثال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که کمل من الرجال کثیر لم یکمل من النساء الا اربعه. از مردها افرادی به کمال رسیده، یعنی بعد از انبیاء علیهم السلام زیاده بودن، اما از زنها فقط به کمال رسیده ها 4 تا. درست. یعنی کمال مطلق. مریم علیه السلام، خدیجه زن فرعون، آسیا زن فرعون و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم. بعد از اونها باز میای مقامی مثلا مادر موسی علیه السلام، باز مثلا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و دیگرهایی که هست. خب در مجموع این افرادی که ما نام گرفتیم، مثلا همین 4 تن در درجه اعلای کمال قرار دارن.
در پهلوی بعد از انبیاء علیهم السلام در پهلوی به کمال رسیده ترین شخصیت های بشری. درست. این درجه ای که از مرده های تعداد زیاده به او رسیده، اما اکثریت مطلق مرده ها به او نرسیده. پس اینها از اکثریت مطلق مرده ها به حیث فردی چی هستن؟ افضل هست. پس از این گفته های شما برداشت می شود که کسایی که آمدن بالا شیخ الاسلام ابن تیمیه با نظری که اونها از قبل از اونها گفتیم که امام احمد ابن حنبل نیست. امام احمد ابن حنبل و اکثر درست است. یعنی کسایی که میان بالای شیخ الاسلام ابن تیمیه اینجا هجوم میکنن بر حق نیستن. بله، اونها اصلا نفهمیدن که هدف شیخ الاسلام چی هست و چی مطلب. شاید که مطلب یا نخواندن یا فهمیدن و هدف دارن یا نفهمیدن. غالبا یا نفهمیدن یا احیانا میشه که فهمیدن شعبیه است، اما تعصبات قومی که در رگ و خونشان جاری است میخوان از اون طریق. بس اوقات این انگیزه این تعصبات قومی نیست، بلکه انگیزه این تعصبات فکری هست. درست. در از لحاظ فکری و اندیشه چیزهای با او مثلا مخالفتی داره و فرصت طلبی یا فرصت جویی میکنه برای بسیار خوب. انتقام. تشکر. میایم طرف موضوعمان که قسم اباحات است. و بعد از او این نوع قسم تقریبا گفتن بر اخبار ماضی و بر اخبار حال زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم میچرخه که البته با هیچ حکم عملی خارجی البته ربط نداره، بیشتر جنبه های اعتقادی می داشته باشه که تصدیق به پیامبرایی که در قصه ذکر می شود و حالات آنها که در احادیث ذکر می شود ایمان آوردن به آنها البته لازمی است. بله. بعد از او از نوع دهم به بعد آغاز میکنه تا به نوع 13. بله. مطالبی که میگه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در اونها خبر دادن راجع به چیزهای هدفشان از او اخبار و خبردهی و داستان ذکر کردن یا حکایت کردن مطلب تعلیم امت هست. درست. هدفشان تعلیم امت بود. گهگاه هدفشان تعلیم مجموعه امت بود، گهگاه مسئله مربوط به بعضی افراد امت میشد. درست. و گهگاه اصلا همین حکایتی را که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه در اصل هدفشان بیان اجمال یا تفصیل اجمالی که در قرآن تفصیل اجمالی که در قرآن کریم آمده یا ای که بیان مثلا عمومی که در قرآن کریم آمده. بله. تخصیص عمومی که در قرآن کریم آمده، مثلا عمومی که در قرآن کریم اینجا ذکر شده. بله. مراد شرع و شارع این مفهوم و مطلب عامی این نیست، بلکه نزد شرع تخصیصی داره که ای از حساب میشه و از قبیل عامی مخصوص منه عام اريد به خصوص. شریعت در اصل هدفش خاص است با لفظ عام ذکر کرده. پس شما یعنی فهم خود از قرآن کریم بالای فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم از او حاکم نسازه. اینجا یک نوع تنبیه و بیان هست. از قسم دهم تا 13 ما گفتیم. بله. بعد از او در نوع 14 بله. مطلبی را ذکر میکنه که خیلی مهم هست برای طبقه دانش آموز و دانشگاهی و همچنان طبقه اهل علم. میگه که النوع الرابع عشر، نوع 14. بله. اگر شما هم بتونه که او را به نمایش بگذارین بهتر میشه. ولی اگر اصلش به نمایش میگذارین در یعنی کامل مطلب جلد چند؟ در جلد 4 هست. صفحه چند است؟ جلد 4 صحیح ابن حبان. بله. صفحه چند بریم؟ جلد 4 صحیح ابن حبان در اونجا چی ذکر میشه در قسم 14 در قسم 14 ذکر میشه مطلبی که میگه گهگاه یک مطلب بله.
یک مطلب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع داده، پیامبر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع داده و بعضی از صحابه کرام، بعضی از صحابه کرام او را فهمیده، مطابق او نظر داشته و بعضی از صحابه کرام مطابق او نظر نداشته، رأی مخالف در قضیه داشته. بنابراین مو عدم فهمش. جلد 4 صفحه 431 میگه اخباره صلی الله علیه و سلم عن الاشیاء التي اثبتها بعض الصحابه و انکرها. جاوید جان لطف نموده صفحه مانوتری ما را اگر به نشر بسپاری. نوع الرابع عشر است از اقسام اخبار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اخباره صلی الله علیه و سلم عن الاشیاء التي اثبتها بعض الصحابه و انکرها بعضهم. بله، یعنی بعضی صحابه او را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکایت کرده و بعضی های دیگری بالای رد کردن که یا که فهمی از همین نص به جا نبوده، یا این که میگه که حکایت ناقص هست، داستان ای نشنیده، درست، یعنی ناقص نقل کرده، درست کامل نشنیده، درست، که در او مثلا مسئله اوله که در اینجا ذکر میکنم، شما گفتن که این نوع 14 هم باید محصلین و طلاب علم باید متوجه باشن. هدفتان از این گپ چی بود؟ هدف اینجا هست که یعنی هرگاه حدیث مثلا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، بله، از طریق بعضی صحابه، بله، بعضی صحابه دیگر مخالفت کرد، نقدی داشت بالای همون حکایت و یا این که رأی مخالف با او داشت و استنادش بالای نصوصی دیگری بود. بله. اینجا ما دو نکته علمی در بررسی داریم. خب، یکی این که در صورتی که اعتماد شخص بالای نصی دیگری هست، در اینجا اگرچه رأی اون اشتباه و خلاف راجح بوده باشه، خلاف راه درست بوده باشه، درست، بر خلاف حق بوده باشه، یعنی بر تعبیر دیگرش، درست، با آنچه که ما در اونجا شخصی جانب دیگری را ما متهم به دینستیزی یا که انکار حق، انکار فرمان شریعت و غیره کرده نمیتوانیم. قسمی که صحابه کرام چنین حالات میان از اونها صورت گرفت و اونها حتی حرمت جانب دیگر نزدشان کم نشد و همون حرمت و همون محبتش با آن که نقدهایشان داشتن و حرمتشان از بین نرفت. پس اینجا یک نکته مهمی هست در تعاملات کلی بین ما و همچنین در تعاملاتی که ما راجع به فتاوای ائمه و علمای دیگری بعد از صحابه کرام داشته باشیم. خب، که تمامی از اینها این محوری است. هرگاه مثلا رأی او بنابر استناد به دلیل دیگری که ظاهرا همون استنادشان یا سندشان ضعیف است، یا که استنادشان و استدلالشان از او ضعیف هست، یا اینکه استدلالشان از او میشه و که موردی داشته باشه اما نص دیگری بیان کرده که این استناد از این و این برداشت از این نص درست نیست یا که مدار اعتبار نیست. در این صورت اون شخص اگرچه ما برای از او نمی رویم، اما موقف خصمانه در برابر نمیگیریم. موقف اصلاحی می باشه، موقف دعوتی و در کنار او در اصلاح میکوشیم، بیان حق بدون اینکه جانب دیگری را متهم به دشمنی با حق یا که درگیری و نبرد با حق و یا خصومت با حق و غیر چیزها بدانیم که اینجا همه رابطه ها را از بین میبره. این یک نکته است. نکته دیگری که در اینجا هست، نکته این که ما حالات متعددی داریم که از صحابه کرام مثلا یکی چیزی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کرده، بله، دیگری نقد کرده، بله، استدراک داشته. در این موارد
همیشه یک جهت رأی یک جهت درست نبوده. گاهی در موارد چنین بوده که روایت آن یک راوی، روایت یکی از اونها یعنی ناقص بوده. درست. یک بخشی از مطلب در اون نقل آمده و با او استناد صورت گرفته. مثلا به طور مثال اگر ما در اینجا یادآور شویم، مثلا که ابن عباس رضی الله تعالی عنه بله از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود لا ربا الا فی النسیئه. ربا نیست مگر در حدیث عبدالله ابن عباس است. این ابن عباس رضی الله عنه روایت کرد. وقتی که از او پرسیدن که این از کی شنیدی، گفت که چون ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اکثر احادیثش از طریق صحابه دیگر بود، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کمتر شنیده بود چون خرد سن بود. گفت که از اسامه ابن زید. وقتی که این روایات دیگر صحابه از رسول الله صلی الله علیه و آله در باب ربا بررسی کردن، دیدیم که اینجا نقد کسانی که نقد بالای این چیز داشتن، این روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنه، نقدشان است که این روایت دارای یک از دو احتمال هست. یا اصلا اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه رضی الله عنهما همون مطلبی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده، یعنی طور کامل حکایت نکردن و یک جزئی از او را حکایت کردن که بخشی از بخش‌های ربا که ربای نسیه گفته میشد ذکر شده در او، و ربایی که با تفاوت ربای تفاضل گفته میشد، با تفاوت در کمیت، این در نظر گرفته نشده و این احادیث دیگر ثابت می‌کنه نبی اکرم صلی الله علیه و آله هر دوی اینها را منع کردن و حرام اعلان کردن، هر دویشان را ربا اعلان کردن. درست. یا این که در اینجا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هدفشان در اینجا این بوده باشه که قسمی که میگه که الحج عرفه، بله، تعریف یک هدفشان در اینجا حصر نبوده، بلکه بیان مهمترین جزوی ربا است که اکثرا ربا به همین شکل می باشه، از راه نسیه داخل می شود. بله. عموما در تعاملاتی که به نقدی صورت میگیره، دست به دست صورت میگیره، دور ربا کمتر بسیار کمتر حالات ربا می داشته باشه، لیکن و اون هم در حالاتی است که تفاوت نوعی وجود داشته باشه. بله. اکثرا. اما عموما اکثرا مدخل ربا نسیه می باشه. بله. در اینجا این نص بیانگر این مطلب است، نه اینکه در غیر حالات نسیه ربا وجود نداشته باشه. پس در اینجا یا در نقل روایت خلل صورت گرفته، چون مجموع روایت صحابه کرام را بیان میکنن، و یا اینکه در فهم ابن عباس رضی الله تعالی عنه از اون نص اینجا سهوی بوده در فهم ابن عباس رضی الله تعالی عنه از نص که محصور میدانست ربا را به حالت نسیه، و احادیث دیگر و فتوای مجموع صحابه کرام از خلفای راشدین تا دیگرهایشان برخلافی از این هست و این دیدگاهی از او از این نص نقد میکنه. تشکر. پس این حالتی بود که در آن قابل تعامل است واقعا. بله. و حالت های دیگری هست که روایت اشکال در روایت نیست، اما کسی که نقد کرده در نقد او اشکال هست، یعنی اون درست برداشت نکرده و درست به مسئله نرسیده، جانبی را فهمیده و جانب دیگری را نفهمیده. پس وقتی که این در میان صحابه کرام احیانا رخ داده، در ائمه بعد از اونها و در علمای بعد از اونها به طریق اولا و با کثرت همچنان. بله. تشکر جناب دکتر. اجازه بدید یک برنامه کوتاه را ببینیم. بیننده های عزیز، یک برنامه کوتاه را می‌بینیم، ان شاء الله با ادامه همین موضوع برمیگردیم. با ما باشید. وجودی ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور
نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. به دل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جزو ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع تقسیمات امام ابن حبان در صحیحش، البته برنامه سوم است که ما روی این موضوع میپردازیم و این هفته البته روی قسم
اخبار بحث را آغاز کردیم که امام ابن حبان رحمه الله قسم سوم کتاب خویش را اخبار عنوان گذاری کردند و تحت این قسم انواع متعدد را ذکر کردند که جناب دکتر گفتن از نوع اول تا نوع نهم البته بیشتر به اخبار تاریخی برمیگرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن احادیث از انبیای گذشته یا امتهای گذشته و یا اینکه از زندگی خودشان در هنگام بعثت یا بعد از بعثت در مورد بعضی فضایل اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یا بعضی قبایل چیزهایی که گفتن مربوط آن می شود و از قسم 10 تا قسم 13 البته در اینجا احادیثی است که بر اخبار مشتمل می باشه اما جانب تعلیمی هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که در آن احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تعلیم بعضی مسائلی که در قرآن مجمل هست او را شرح میتن یا عامی است او را تخصیصش را بیان میکنن و یا مطلقی است مقیدی او را بیان میکنن و یا برعکس. البته در قسم 14 هم جناب دکتر گفتن قسم 14 عبارت از اخباری هست که بعضی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک مسئله را اثبات میکنن و بعضی اصحاب دیگر نقد میکنن یا نظر مخالف بر روایت سابق دارن. البته اینجا جناب دکتر گفتن که طلاب علم و تعلیم یافته ها باید بسیار زیاد متوجه باشند که وقتی که میان دو صحابی در بعضی مسائل اختلاف صورت گرفته که یک صحابی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیثی را نقل میکنن اما صحابی دیگر اختلاف نظر دارن یا اینکه از نگاه برداشت هست و یا حدیث دیگه آنها پیش خود دارن، به هر حال این به حد که حرمت نمیرسه، به عداوت و دشمنی نمیرسه. احترام متقابل در میان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اختلافات جزئی که در بعضی مسائل میان آنها رخ داد باقی بود. جناب دکتر بعد از نوع 14 در بخش اخبار اینجا یک نوع به نام 56 ابن حبان رحمه الله ذکر میکنه که مرتبط به همین نوع هست، به همون حساب نزدیک به حساب معنایش هست. درست. میگه چیزهایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از او. صفحه چند است؟ صفحه در جلد اول در عنوان هست. درست. صفحه 93. درست. در عناوین. درست. جزء مقدمه. بله. نبی اکرم صلی الله علیه و از چیزی خبر داده، بعضی از صحابه او را کاملا حفظ کرده و بعضی از صحابه از بخشی از او از بعضی صحابه مانده. درست. یک نوع 50 گفتین؟ 56. نوع 56. جاوید جان میتونی که مانیتر مرا به نشر بسپاری؟ بله این نوع 56 هست. بله. اخباره صلی الله علیه و سلم عن الشيء الذي لم يحفظ بعض الصحابه تمام ذلك الخبر عنه. بله. و حفظه البعض. بله. بعضی از اونها کاملا او را از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حفظ کرده و بعضی از اونها ناقص حفظ کرده. ناقص. این قسم حدیث معروف فتن هست که بله. ابو ذر رضی الله تعالی عنه میگه، حذیفه رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و از وقت نماز ظهر تا به عصر و بعد از او تا به شام چیزا طولانی با ما صحبت کرد و از بسیار چیزها با ما گفت. حفظه من حفظه و نسی من نسی. کسی که بعضی ها او را حفظ کرد در حافظه خود گرفت و بعضی ها فراموش کرد، بعضی همگی از اونها را در حافظه گرفت و بعضی بخشی از اونها. بخش‌های از اون. درست. و همچنان در اخباری متعدد دیگری هست که در این باب میتونن که بینندگان از بران. پس در اینجا این نکته را هم بیان میکنه که صحابه کرام به حساب تفاوت علمیشان هم با هم بود و هرگاه همیشه در مواردی که مثلا روایت یکی که چیزی در روایت او مانده معارض روایت دیگری که طور کامل او را حکایت کرده دانسته نمیشه و بلکه از بر مبنای همین چیزها هست که محدثین یک اصل دارن که هم چی در باب احکام شریعت و چی در باب تعامل با احادیث که یؤخذ یعنی گرفته میشه در چیز بالزائد فالزائد، هر آنچه که زائد میشه و در نصوص دیگری بله او را گرفته میشه. بله. لذا ما احادیثی داریم در اونها نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا خبر میده که از ارکان اسلام برایشان که ذکر میکنه 4 تا ذکر میکنه مثلا. بله. زمانی است که تا به حال بس جا 3 تا
زمانی است که تا به حال بعدی هایش فرض نشده. حالا صحابه که این داستان حکایت کرده از جریان حکایت کرده که رکن بعدی فرض نشده. بله. دیگرش آمده از جریان بعدی که ارکان تکمیل شده. بله. سپس در پهلوی از او دیگر آمده فضایل اوامر دیگری را ذکر کرده که در مسئله کبایر که ما در بخش نواهی خوندیم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گاهی در یک جای یک تعدادی از کبایر را بیان کرده، یک صحابه روایت کرده، در جای دیگری تعداد دیگرش را بیان کرده، صحابه دیگری روایت و به همین منوال. پس در مجموعه اخبار بعد از این طور اجمال بگوییم که اخباری که ابن حبان رحمه الله در اینجا بیان میکنه، میگه اخباری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزهایی را که به شکل خبری گزارش میتن، در اونها بسا اوقات هدف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تعلیم می بوده باشد، گاهی تعلیم اوامری، امر به انجام چیزهای مثلا مانند که بنی الاسلام علی خمس. اینجا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ارکان اسلام بیان میکنه. الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، اینجا شکل خبری هست. دیگه نگفته که شما ایمان بیاره، بیان نه که ایمان ای ارکان داره، این چیزها را داره، ایمانی هست که به این چیزها ایمان داشته باشی. اینجا به ما هدایت صادر میکنه که تو این چیزهایی که در اینجا ذکر شده این چیزها را لازمه بگیر. گاهی خبر پیامبر اکرم شکل چیزهای ممنوعه را ذکر میکنه که چیزهای ممنوعه را ذکر میکنه، مثلا لا ایمان لمن لا عهد له. اینجا بیانش چی است که شما باید که با عهد و با پیمان وفاداری داشته باشه. همچنین در اینجا گاهی و از عهد شکنی و پیمان شکنی دوری بجویه. پس اخباری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه و در اخبار همیش جنبه خبری محض در اونها نیست، بلکه گاهی در تعلیم اوامری هست، گاهی هدف تعلیم نواهی هست، گاهی هدف بیان اجمال در قرآن کریم هست، گاهی هدف بیان تخصیص عمومی است در قرآن کریم، یا این که بیان این که تعمیمی خصوصی که در قرآن کریم آمده، مثلا چیزی در نص یا که نص دیگری طور خاص ذکر شده در اینجا سنت آمده، بیان که این تخصیص مدار اعتبار نیست. مثالی ازی بتونن که با اشاره کنیم به مسئله نماز نماز قصر. بله. آیه‌ای که در قرآن کریم ذکر شده برای نماز قصر مقید است این خفتم. بله. به حالت خوف مقید ساخته شده. بله. احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و احادیث اخباری آمده بیان کرده که همچنان فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که این قیدی خفتم قیدی یعنی سببی چیز بود، قیدی سببی بود برای چیز و این قیدی دائمی نیست، قید دائمی برای وجوبی برای جواز من قصر یا که وجوب قصر نیست، بلکه این قید یعنی در نهایتش این تخصیص معتبر نیست، یعنی این شرطی معتبر نیست در اینجا، بلکه این شرط است که شریعت را ملغا ساخته و غیر معتبر دانسته. و بیان ازی در چی است؟ در احادیث. یعنی گاه تعمیم قرآن کریم تخصیص بیان میکنه و گاه تخصیص تعمیمش بیان میکنه، گاهی مجمل شرح میده و به همین مطلق قیدش بیان میکنه و به شبیه این چیزهای دیگری که هست. و جناب دکتر ببخشید، در قسم اوامر و نواهی هم وقتی که خواندیم شما گفتین که بعضی اوامر یا نواهی با صیغه های خبری است، نه با صیغه امر و یا نهی. درست است؟ بله. خب اینجا هم میگین که با صیغه خبری پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزهایی را ذکر میکنه که هدف امر و نهی است. بله. اینجا امام ابن حبان تکرارن احادیث را میارن یا فرق میکنن چطور؟ نه، اونجا ما اگر متوجه بوده باشین در بخش اوامر وقتی که در پایان اوامر رسیدیم، در پایان یک تعلیق گذاشته بود که
بیشتر از 100 حدیث دیگری مربوط به این قسم باقی مانده که ایره ما در انواع دیگر به اساس ضرورت ارتباطشان در اون بابها ذکر میکنیم. درست. اگرچه احیانا تکرار هم آمده، یعنی بدون تکرار نمیده، چون در مواردی که نصوص حدیثی یا روایات تنگی در اونجا بود و کمبود در تعداد روایات بود، ابن حبان رحمه الله قسم در مقدمه خود یاد آور شده تکرار ذکر میکنه، اما عموما کوشش میکنه که تکرار نه، بلکه چیزهای مشابه به اون در باب قبلی که ذکر نشده در اینجا ذکر بکنه. درست. خب بعضی تمام میشیم یعنی از قسم اخبار. بله تقریبا از قسم اخبار یک نکته دیگری که در اینجا دو مطلب دیگری را هم میخوام بیان بکنم. یکی که ابن حبان رحمه الله تعالی چیزهای دیگری که در اواخر این باب ذکر کرده، در وسط هم چیزهای ذکر کرده. اول میگه اخبار پیامبر اکرم صلی الله علیه و یک تعدادی از اونها مربوط به بیان معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که برای از یک باب اختصاص داده که مثلا کسی بخواه که راجع به معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از احادیث صحیح تقریبا از دیدگاه ابن حبان رحمه الله تعالی یک جایی با اونها یک سر زده معلومات بگیره، میتونه که در این نوع وارد شده در بخش اخبار اینجا وارد شده اونها را یک جا پیدا بکنه و آنچه که در قرآن کریم ذکر نشده و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده. چیزی دیگری در وسط چیزهایی که اینجا ذکر شده بود مطالبی را ذکر میکنه. یک مطلبی را ذکر کرده که خبرهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گاه القای مباشر می بود، گاهی جواب سوال ها بود و در جواب سوال بیان احکام می باشه عموما. لیکن دو نکته ظریفی در چند از نواها ذکر کرده. یکی این که گاهی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که در خبر خود جواب مباشر مسئله را نداده، چیز مربوط به نقیض او یا به مسیری از او ذکر کرده. درست. که مثلا نهی ممنوعیت نقیضی از او را ذکر کرده یا که حکمی مسئله شبیه به او را ذکر از باب تمثیل. مثلا قسمی که در اونجا به نفر از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید که آیا مادر ما وفات کرده؟ بالای او قرض مانده، آیا ما روزه قرض از بالای از او، آیا ما او را از جانبی از او روزه بگیرم میشه؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید که آیا اگر شخص بالای مادر قرض داشته باشه قرض او را ادا میکنی؟ بله. فدین الله احق و یقضا. خب اینجا خبر هست و مباشرتا جوابی از او را به او نگفت که بله یا نه، بلکه با یک اسلوب تشبیهی و تمثیلی دیگری که بسیار چیزهای دیگری را شامل بوده باشه. نکته دیگری که در اینجا ذکر میگه گاهی در اخباری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته و حکمی در اونها می باشه، نسخ هم در اونها وارد می شود. که مدت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را ذکر، مدت مسلمان ها با او عمل میکردن و بعد از او نسخ هم در اونها وارد شده. یعنی در نصوصی که به شکل خبری ذکر میشه و قسمی که در نصوص امر و نهی هست، آنچه که در او مشتمل بر حکم هست امکان داره که چیز از در صورت خبر هم ذکر شده باشه، ممکن است که نسخ در او صورت گرفته باشه اگرچه حالاتی نادر هست. در آخر ابن حبان رحمه الله تعالی تقریبا از نوع چیز 67 به بعد باز هم مثلا در نوع 67 اینجا نوع گذاشت من اخباره صلی الله علیه و عن صفات الله جل و علا التي لا يقع عليها التكييف. اینجا
احادیث صفات در اینجا ذکر کرده، یعنی در اخبار پیامبر اکرم صلی الله علیه و قسمی که در قرآن کریم صفات پیامبر الله تبارک و تعالی ذکر شده، همچنین در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده و همچنین قسمی که تکییف و بیان کیفیت ذات الله تبارک و تعالی و صفات او که در قرآن کریم ذکر شده مجال نداره. همچنین صفاتی که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده به مانند آنچه در قرآن کریم ذکر شده و به مانند ذات الله تبارک و تعالی که هست، ما با او ایمان داریم بدون اینکه کیفیت او را بفهمیم یا بیان او را بدانیم و یا شکل و غیره برای او قائل شویم، دانسته باشیم چیزه، چون برای ما چیزی بیان نشده. هر آنچه که بیان شده ما با او ایمان داریم، کیفیت او را ما نمیدانیم. هر آنچه که در این از این قبیل در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده در عموم اصل در آیات های قرآن کریم داره و هر آن کس که یعنی اینها را به علت خبر واحد یا به علت حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن انکار میکنه، در حقیقت وقتی که در بررسی میره اون چیزی که در قرآن کریم هست اونها را هم انکار میکنه. و سپس در مجموع بعد از اون بابهایی که ذکر میکنه همگی مربوط به اخبار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از احوال بعد از مرگ است، چی مربوط به قبر، چی مربوط به قیامت، چی مربوط به میدان محشر، چی به جنت و دوزخ و دیدار مسلمان ها از پروردگارشان و آنچه که مربوط به این چیزها هست که آخرینی از اونها تقریبا که نوعی 80 میشه درست هست که اخباره صلی الله علیه و سلم عن الموحدین الذين استوجبوا النيران وتفضله عليهم بدخول الجنه بعدما امتحشوا وصاروا فحما. اینجا احادیثی را در زیر ذکر میکنه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از خروج اهل توحیدی که گناهگار بودن و به علت گناههای کبیره خود مستحق چی پنداشته شدن؟ دوزخ. میگه احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و احادیث بعضی از اونها به حد تواتر میرسه. بیانگری ازی هست که موحدی کسایی که با اهل توحید با توحید میروند و موحد هست از دنیا میروند اگرچه گناههای کبیره زیاده داشته باشند در روز قیامت بعد از اینکه جزای اعمال خود جزای اعمال زشت خود در دوزخ میگیرن، بالاخره الله تبارک و تعالی با فضل خود اونها را به جنت داخل میکنه. و در این اخبار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دیدگاه خوارج و معتزله و اشباه اونها را نقد و رد میکنه و دیدگاه اون زندیق هایی که وقتی که از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین صحبت میکنن و بعضی سهو و غلطی ها و اشتباهاتی که از اونها صورت گرفته، از بعضی افرادی از اونها صورت گرفته که هیچ یک از بعد از انبیا علیهم السلام یکی از افراد بشر معصوم نه، حتما لغزش از او صورت گرفته و میگویند که محال است که مرتکب این اشتباه هم جنت برای. اما وقتی که از اشتباهات خودشان، اشتباهات اتباعشان و فرقه‌هاشان، نه اشتباهات از کفریاتشان صحبت میکنن، هیچ گپی نیست، میگه مرتکب گناه کبیره ابدی در دوزخ نمیره و دوزخی همیشه نیست. اما وقتی که از صحبت از صحابه شد، آقای پاپی کابل چی نام داره؟ آقای محسنی، محمد آصف محسنی میگه که محال است که طلحه و زبیر و معاویه و عایشه و غیره اینها با کی مخالفت کردن؟ با علی مخالفت کردن، درگیر شدن. محال است که اینها هر دویشان در یک جا جنت بروند. اگر چی حد اعلایی که کار کردن بگیریم، این حد اعلایی که او را بپذیریم چی کردن؟ گناه کبیره. مرتکب گناه کبیره میشه که الله تبارک و تعالی بنابر سوابق کلی از او را عفو بکنه. و میشه که بعد از مجازات
وارد جنت بسازه. یعنی در اینجا او حدیث میخواد که حدیث عشره مبشره بالجنه را نقد بکنه و از میگه که محال است که این راست بوده باشه، زیرا که اینها مرتکب اشتباه باشه. خب اگر فرض بکنیم که اون قضیه را جوابش گفته شده که در اون جنگ روی که در جمل بود، دسیسه سبعیه های بزرگان همین آصف محسنی بود که دسیسه قتل عثمان رضی الله تعالی عنه را چیده بودن و در شهادت عثمان رضی الله تعالی عنه دست داشتن. وقتی که علی و طلحه و زبیر رضی الله عنهم اتفاق کردن که ما با هم اینها را به محاکمه بکشانیم و صف یکی شود، شب هنگام اینها دو دسته تقسیم شدن و یک دسته قسمی که در جنگ های کابل همین آصف محسنی با مزارع انجام داده بود، جنگ های 70 و چنده، خودش هم را یک دسته در یک گروه مجاهدین قرار گرفت و دسته دیگرش در گروه دیگری اونجا جنگ آتش جنگ افروخته شد. این منتها اونجا با دسته قوی تره وارد این صحنه شدن و این جنایت را انجام دادن تا به اینکه این بزرگه ها را محلی هجوم قرار بگیره. خب به هر حال مطلب ما در اینجا تنبیه به یک تشکر. این قسم یک بام دو هوایی که اینها دارن. بالکل. این قسم اخبار اینجا به پایان میرسه که با 80 نوع بوده، درست است؟ بله. بعد از این قسم اباحات است، درست. او بر چی مشتمل میباشه؟ اباحاتی که التي ابيح ارتكابها، ارتکاب از اونها مباح شده. اینجا نوع اولی که در اینجا ذکر میکنه میگه الاشیاء التي فعلها رسول الله صلی الله علیه و سلم تؤدي الى اباحه استعمالها. چیزایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده، البته این از باب استحباب نیست، در اونجا هدف انجام فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا بیانی اباحتی از است. یعنی این نکته را بیان میکنه که یکی از جمله چیزها دارن که مستحب، یکی از تعریفات مستحب هم است که از فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت باشه، درست، و با او تشویق شده باشه، درست. اونجا قید اضافی است، فاعلش ثواب میگیره و تارکش عقابی نداره. بله. اما اینجا گاهی افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان استحباب اون است، تشریع و قانون گذاری بر استحباب اون است، بلکه مجرد جواز، مجرد بیان جواز است. بله. اباحتش است، درست. و نوع دوم ذکر میگه گاه همین استحباب مقید به علت می باشه، یک سببه. اگر اون سبب بود مباح، این اباحت وجود داره، گاهی اگر نبود وجود نداره. یعنی اباحات چیزهایی که مباح ذکر میشن گاهی اباحتشون چیز است، مباح بودشون عام مطلق است، در همه حالت مباح است. گاهی که امور مباح ذکر میشود در نصوص شریعت مقید می باشن، اگر چنین حالتی بود، چنین وقتی بود، علتی بود، چنین وقتی بود، مباح است، جایز است. اگر این نبود اینجا باز مباحات برداشته می شود. مباحات برداشته می شود. درست. اینجا در نوع چهارم اگر متوجه بشیم، در نوع چهارم ابن حبان رحمه الله تعالی ذکر میکنه که گاهی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اباحت یک چیزی که در قرآن کریم ذکر شده، بله، مقید به یک وصفه، به یک صفته. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمده حالت دیگری از یا صورت دیگری از صورتهای مباح بودن او را ذکر میکنه. درست. در اینجا قسمی که در بعض بیانات اصولی گفته میشه که زیادت علی کتاب الله ما چیز نمیشه حساب نمیشه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفته که در قرآن کریم نیامده. این نوعی از همون انحراف است که در قبلا در باب نواهی با او تاکید کرده. درست. بلکه این حکم زائد شرعی یا بیان زائد شارع در مسئله است که در این حالت هم مباح است و در این حالت هم مباح است. چنین وصف و ویژگی را داشت هم مباح است و چنین ویژگی دیگری را داشت هم
بله. خب در نوعهای بعدی نوع نوع پنجم ذکر میکنه که ذکر اباحت به شکل صریح اون نه، گاهی الفاظ شکل کنایه‌ای میآید، شکلی کنایه ذکر میشه و مطلب او بیان مباح بودن هست و جواز استعمال هست. درست. یعنی گاهی مباح بودن صریح ذکر میشه و گاهی کنایه با الفاظ کنایه ذکر. درست. در نوع 6 7 8 و اینها این مسئله را ذکر میکنه که گاهی امر و نهی، اون چیزی که در امر و نهی ذکر شده بود، امر و نهی میای لفظ به صیغه امر می باشه یا به صیغه نهی می باشه، ولی مطلب او چی است؟ اباحت است. اباحت است که یعنی در این چیز مثلا هدف از نهی حرمت محض نیست و هدف از امر هم وجوب بله نیست. و گاهی ارشاد و این چیزها می باشه. در نوع نهم و اینها چیزهایی را بیان میکنه که نهم و دهم و چیزهایی که میگه که حکم اباحت، قسمی که در امر گفته بود و در نهی بیان کرده بود، حکم اباحت همیشه، یعنی وقتی که یک امر مباح ذکر میشه لازم نیست که برای تمام مکلفین بوده باشه. گاهی مقید می باشه به مثلا مخصوص مردها می باشه، چیزی هست برای مردها مباح هست به زنها مباح نیست. چیزی هست به زنها مباح هست برای مردها مباح نیست. چیزی هست که به مردها و یا به اشخاصی دارای ویژگی خاص مباح است، و کسایی که او ویژگی را نداشتن چی می باشه؟ جایز نیست. پس یعنی اینجا مطلب بیان میکنه که همیشه مباحات که هست مطلق جواز نیست، در به حساب تعلقشان به مکلفین یک حکم ندارن. گاهی مکلفین از اونها مجموعی مکلفین می باشه، یعنی متوجه مجموعی مکلفین می باشه، گاهی افراد خاصه یا که مثلا به حساب مجموعه جنسی خاص نوع خاص را شامل یا که افراد دارای ویژگی خاصی را شامل می باشن. درست. دیگه چی ذکر میشه در این بخش؟ در مجموع مطالب به همین چیزها هست و مثلا در نوع 17 همچنان چیزهای از او ذکر میکنه که میگه گهگاه اباحت برای بیان برداشت شدن نهی قبلی می باشه یا برای برداشت شدن امر وجوبی قبلی. یعنی در اینجا اباحت ذکر شده و همچنان که قبلا چیزی که یک مسئله دیگری را که در باب نهی ذکر کرده بود، در باب اوامر که گاهی امر بعد از نهی ذکر شد، بعد از نهی از کار امر با او ذکر شد، در اونجا مرادش چی است؟ اباحتی از او است. تمام این چیزها در این باب در این قسم ذکر میشه و در پهلوی از او چیزهای دیگری که از قبیل که مثلا گاهی افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که مطالبی از در باب امر و نهی هم ذکر کرده بود، افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میآید بعد از امر برخلاف اون امر. اینجا برای بیان مباح بودن، یعنی برای بیان استحباب اون امر، یعنی امر برای استحباب هست و عمل مخالف او چی است؟ مباح است. و همچنین راجع به نهی، راجع به نهی برای حرمت نیست و یا برای کراهت است یا برای ارشاد هست و یا ارشاد به اولا و افضل
و ارتکاب عمل مخالف او، فعل مخالفی از او چی هست؟ فعل حرام نیست بلکه فعل مباح حرام نیست و مباح است. پس همیشه وقتی که ما حدیثی را دیدیم و دیدیم که حدیثی دیگری بله یعنی فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فعلی مخالف او بود، اینجا ما مرتبط در مسئله نباشیم. یا اینکه حدیثی را دیدیم و شخصی را دیدیم که مخالفی از او نظر داره، فوراً بالای از او هجوم نکنیم که این مخالفی حدیث صریح و صحیح رفته روان است، بلکه ببینیم که آیا اون مستندی هم داره که شاید چیزی او دانسته باشه که اینجا فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا قول دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از باب اخبار یا از باب اینجا آمده و بیانگری از اینکه این امر برای وجوب نیست و یا این نهی برای تحریم نیست و ما تا به حال از او آگاه نیستیم و نبودیم. و یکی از مشکلاتی که بسیاری از جوانای احساساتی در او به مشکل گرفتار میشوند و باعثی از این میشه که به تصادم ها رخ بکنن. همین کوتاه‌نگری در همین مسئله هست که فکر میکنه که همون چیزی که من رسیدم به او دیگه حدی نهایی هست و اون حدی نهایی علم هست و اونجا علم دیگه. متاسفانه صرف جوانان احساساتی نه بلکه حتی بزرگسالای احساساتی نیست. بله در مجموع هر یکی به این در موارد متعدد گرفتار می باشه و مهم در است که باید که متوجه این نکته بوده باشیم و هرگاه چنین چیزی برای ما روشن شد اولا باید که با دقت پیش برویم و دوم همیشه رأی خود رأی یکه و قاطع در مسئله فکر نکنیم. بعضی وقت میشه که رأی شما یعنی رأی قاطع در مسئله می باشه و همون تو فکرم میکنین اما جانب مخالف شما با وجودی که در خطاست با شما درگیر میشه. این هم هست؟ بله اینجا گاهی آیا این نکته که در اینجا مهم است که آیا جانب رأی دیگر جانب مقابل هم توجیه در مسئله داره یا نداره. این نکته مهم است که همیشه ما گاهی میدونیم که مثلا متيقن می باشه که رأی مخالف در اینجا رأی جانب دیگری که در اینجا نظر مخالف داره اشتباه است، خلاف حق است. اما آیا اون موردی داره که موردی برای اون غلط فهمی خود یک مستندی داشته که معذور بوده باشه؟ اینجا یک نکته مهمی دیگری هست که همیشه لازم نیست که رأی مخالف ممکن درست بوده باشه، ممکن که کاملا 100% غلط باشه، اما مستندی که به استنادی که او داشته یا غلط فهمی که او داره در این غلط فهمی خود بنابر استناد آیا معذور هست یا نیست. این نکته هم نکته بسیار خوب مهم است. ما تقریبا 5 دقیقه وقت داریم. قسم افعال خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاملا مانده است. بپردازیم یا از اباحات چیزی مانده؟ نه از این میگذاریم که یعنی در اباحات نوع پنجمی از ذکر کرده نبی اکرم صلی الله علیه و چیزهایی که در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و انجام یافتن و رسول الله صلی الله علیه و در مقابل از او سکوت اختیار کردن و ایرا آخرین نوع این باب گذاشته. این قسم و قسم افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یعنی قسم اباحات 50 قسم. بله قسم اباحات 50 و قسم افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و هم 50 بود. یعنی ما از اول که اباحات 80 میگفتیم اشتباه گفتیم. معذرت میخوایم بندای عزیز. قسم اباحات البته بر 59 بوده نه 89 که جناب دکتر قبلا اشاره کرده بودن. بفرمایید. بریم به قسم افعال. قسم افعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که التي انفرد بها از خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن و این هم میگه که به 50 نوع تقسیم میشوند. درست. نوع اول مثلا چیزهایی که بالای نبی اکرم فرض بود و بعد از اون بالایش نفل شد. درست. افعالی که بالای از او فرض بود و بالای امت هم فرض گشت و افعالی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به طور استحبابی او را انجام داد تا که به او یعنی سران نظام اسلامی به او اقتدا کنند.
مانند شورایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت و چیزهای دیگری که در اونجا بود. نوع پنجم ذکر میکنه افعالی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله انجام داد و الله تبارک و تعالی فعاتبه الله جل و علا علیها. الله تبارک و تعالی در انجام از اونها او را مورد سرزنش قرار داد یا عتاب به او صادر کرد. قسمی که در مثلا سوره عبس و تولا هست یا سوره تحریم یا نبی لما تحرم ما احل الله لك، قسمی که در سوره بدر هست، سوره بدر هست، قسمی که درباره استغفار برای مشرکین منافقین، برای نماز خواندن برای بالای برای نماز جنازه چیزا را خواندن و امثال که در قرآن کریم ذکر شده، همچنین چیزهایی در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در غالب شرح و بیان همون چیزهایی که در قرآن کریم آمده مگر سر مواردی محدوده. درست. اینجا نوع ششم ذکر میکنه چیزهایی که میگه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده اما دلیل ثابت نشده که آیا این از خصایص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است؟ بله. یا اینکه دیگرها هم میتوانند که انجام بدن. بله. نوع هفتم چیزایی را ذکر میگه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تنها یک بار او را انجام داده، هدفشان تعلیم بوده. هدفشان تعلیم بوده. بله. و این پس از خصایص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حساب نمیشه ولی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده. خب در این افعال جناب دکتر فقط افعال خاصه هدف مؤلف رحمه الله است یا مطلق است؟ نه اینجا هدف ابن حبان رحمه الله تعالی افعالی که در احادیث آمده که ایران نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان تنها خودشان انجام دادن، یعنی آمده که این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داد. درست. حالا ای که آیا او مخصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است یا نیست، یا اینکه اقتدا به او درست هست، یا اینکه اول بود و در بعد منسوخ شد یا که عمل کرده بود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بنابر استناد به نص دیگر قسمی که در باره جنازه بالای عبدالله ابن ابی بود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم عمر رضی الله تعالی عنه برایشان گفتن که در آیه قرآن کریم آمده که ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود تا وقتی که ما منع صریح نمیشم استغفار میکنم. استغفار اگر بدانم که از 70 بار بیشتر نتیجه میتونم استغفار میکنم. از جنازه که فعلا منع صریح نشدم ما انجام میتونم، ولی آمد سرزنشی از اون. درست. و اینجا یک نوع 11 یک چیزی است که اشاره میکنه که بعضی افعال است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله انجام داده، صحابه در نقل کیفیت او اختلاف کردن در تفاصیل او. مثلا قسمی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله در راجع به نماز داخلی خانه کعبه، مثلا ابن عباس اسامه ابن زید چیزی روایت کرد و بلال رضی الله تعالی عنه چیزی یکیش گفت نبی اکرم صلی الله علیه و آله نماز خواند و دیگرش گفت که نخواند. نماز من ندیدم که نماز خوانده باشه. پس در اینجا گرفتن که کسی که اثبات کرده در اونجا مقدم هست. و امثال از اونها دعاهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام داده و دیگرهایی که هست تا به اینکه در 50 نوع دیگر این هم به پایان میرسه و در مجموع میشه 420 نوع. بله. من باید دارم وقتی که من حساب کرده بودم 430 شما گفته بودین 420. باید است؟ بله. تشکر. بله 430. ولی حالا 420 میشه. بله 420. جزاکم الله خیرا. تشکر. چیز دیگه که نمونده؟ وقت ما کاملا بخیر. این تقسیمات ابن حبان رحمه الله تعالی ان شاء الله به پایان رسید. اینجا پایان رسید. البته ما تمامی مطالب او را در اینجا نتونستیم ذکر بکنیم، ذکر نکردیم، اما نمونه هایی از او را ذکر کردیم تا به اینکه چیز راهنمایی باشد برای
بینندگان عزیز و تشکر. کسانی که از این کتاب میخوان استفاده بکنن. تشکر، جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز، البته تقسیمات را که امام ابن حبان رحمه الله در کتابشان کرده بودند ما با ذکر نمونه های آن پرداختیم. امیدوار هستیم که استفاده کرده باشین و برای نزدیک ساختن به اذهان شما ان شاء الله مفید تمام شده باشه. آنانی که میخوان در این مورد بیشتر بدانن میتونن که به سوی اصل کتاب برگردن و مطالعه بکنن. همه شما عزیزان را اینجا به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.